بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. توحید در استغاثه که است در لغت چی را میگن؟ استعاذه از غوث گرفته شده. از چی گرفته شده؟ از غوث گرفته شده، یعنی کمک کننده و مدد رسان. فهمیدین نه؟ کمک کننده و نصرت کننده، این از غوث گرفته شده. و غوث به معنای باران هم است، به دو معنا میه. یکی به معنای کمک و استعانت در حالات سختی میه و دوم به معنای چی میه؟ به معنای باران میه. یعنی در لغت از غوث گرفته شده که غوث به دو معنا میه. غوث اولش به معنای کمک و نصرت است، کمک و نصرت، و دومش چی است؟ دومش به معنای باران هست. پس غوث به معنای باران است. خب ارتباطش با هم چی است؟ به خاطر از اینکه وقتی که تو کمک میخوای از یک نفر که تو در حالت سختی کمک میکنه، مثل که در حالت سختی سرش باران بیایه، امی قسمتان در سختی میباشه، نه یک دفعه باران نازل میشه، کل شهر تازه میشه. و وقتی که یک نفر در سختی میباشه بالایتان کمک میشه، امی قسم مثل که بر شما همون دروازه رحمت الله باز شده. از این خاطر خود غوث بعد می اردو معنامه. سوره کهف آیت 29 رو خواهی بخون. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اینجا الله متعال میگه که وقل الحق من ربکم، وقل و بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم الحق من ربکم، که حق یعنی حق توحید است. حق که اساس حق توحید است و دیگه چیزهایی که به اساس توحید بنیان گذاری میشه، این کلش از جانب رب شما هست. فمن شاء، پس هر کسی که خواسته باشه، فلیؤمن، پس ایمان بیاوره، و من شاء، و هر کسی که خواسته باشه، فلیکفر، ای کافر شوه. این اعتدنا للظالمین نارا. الله متعال میگه ما بر کسایی که ظالم هستن، ایمان نمیارن، شرک میکنن، بر از اینا آتشی را آماده ساختیم. احاط بهم سرادقها، که احاطه میکنه. ما برای ستمگاران آتشی را آماده کردیم که از هر طرف ایشان را چی میکنه؟ احاطه میکنه. سراپرده آنان را در بر میگیره. یعنی امو آتش از چهار طرف اینا را چی میکنه؟ احاطه میکنه و در زیر پرده و پوشش خود اینا را قرار میده، محاصره ایشان میکنه. و این یستغیثو، اصل درس ما شما در اینجا است. و این یستغیثو، اگر اینا طلب غوث کنن، طلب چی کنن؟ غوث کنن، یعنی کمک کنن، یا طلب آب کنن و یا طلب مدد و کمک کنن. اگر اینا طلب کمک کنن و بگن که ما کمک کنین این دوزخی ها، یا بگن بر ما یک کم آب بتین، یغاثو بماء کالمهل، بر از اینا چی میشه؟ آب داده میشه، آبی که کالمهل می باشه. چی ما؟ و فریاد برآورن به آب همچون، سعی که اینجا ترجمان چی میگن؟ میگن مثل فلز گداخته. فلز گداخته چی رو میگن؟ یعنی آهنه که او را تو سرخ کرده باشی. آهنه که سرخ کنی مثل اواره چیز میشه. اینی قسم، اما تو آهن آتشی را که آب کرده باشه، این قسم برشان آب داده میشه. وقتی که رو بخورن باز چی میشه؟ میگه یشویل وجوه. چی میشه؟ که چهره هایشان را بریان میکنه. چی میکنه چهره هایشان؟ بریان میکنه. بئس الشراب، چقدر نوشابه زشت است. و ساعت مرتفقه، و جای یا منزل بسیار زشت است دوزخ. پس اینجا
چیز شد. اقسام استغاثه ما و شما گفتیم که اقسام استغاثه هم مثل اقسام چی واره هسته؟ اقسام دعا واره، چون استغاثه که است دعا هست. فرق بین استغاثه و دعا در چی بود؟ که دعا در حالات عادی صورت می گرفت، استغاثه در حالات سختی و مشقت. اینال استغاثه هم مثل دعا وارد دو قسم است، استغاثه مشروع هست و استغاثه نامشروع. استغاثه مشروع که است این هم دو قسم است. یکی استغاثه توحیدی است مثل که در دعا خوانده بودین، دیگهش استغاثه عادی هست. استغاثه توحیدی کدام یکی هست؟ استغاثه است که کمال محبت، ذلت و خوف دو باشه، مثل دعا. فهمیدی یعنی؟ این استغاثه را انسان مؤمن برای کی میکنه؟ به الله میکنه. الله متعال در قرآن عظیم شان میگه که استستغیثون ربکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت درباره غزوه بدر است. در غزوه بدر رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله چی کرد؟ استغاثه کرد. استغاثه کرد، یعنی در حالت سختی که دشمنای اسلام از چند طرف اینا را سایب آمده بودن، سرشان حمله میکردن و با وسایل بسیار خطرناک آمده بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خدا به بارگاه الله بلند کرد. استستغیثون ربکم. بخواین قاری صاحب. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. استستغیثون هنگامی که شما چی میکردین؟ استغاثه میکردین، یعنی در حالت سختی به الله متعال شما رجوع کردین. این کلش از بالا که آمدم تو کلش درباره چی است؟ درباره غزوه بدر است. رسول الله صلی الله علیه و آله با همراه صحابه وقتی که اینجا آمدن، این کفار یک دفعه صاحب ابو جهل آمد گفت امروز که ما تک کار میکنیم که شترها را میکشیم، کباب جور میکنیم، شرابها را بیلر آورده بودن که میخوریم، زنا را که خدا آورده بودن و زنا هم بعضشان شعر میگفتن و بعضشان خواندن میکردن و بعضشان رقص میکردن. فهمیدی یعنی؟ یا دیگه با بسیار دول و سرنه و تنبور و این گپایشان هم که خدا آورده بودن که یا چی میکنن؟ گفته بودن که ما مسلمان‌ها را، شیطان هم کتشان آورده بود، خود ابلیس. فهمیدی؟ این کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و این فریق من المؤمنین لکارهون. حتی صحابه میگن بسیاری کسا از چی بودن؟ از این جنگ خوششان نمیمد. دیگه و اذ یعدکم احدی طائفتین. خوی قصه بدر است، خود شما کلتان در سیرت خواندین. باز الله متعال میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه آمد دیگه به دعا کردن میرفت که یا الله یا الله یا الله. این چی حالت است، چقدر سختی هست. وقتی که این دعاها را میکرد الله دعایشان قبول کرد. چی گفت؟ انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین فالالف منهم قد اتاهم مددا. فهمیدی؟ باز علامه طبری چی میگه؟ میگه که 1000 ملائکه خوب مدد آمدن. و انما البعض الذي كانت فيه الشروط فيما زاد على الالف فاما الالف فقد كانوا امدوا به لان الله عز وجل قد وعدهم ذلك ولن يخلف الله وعده. الله وعده خدا. فهمیدی یعنی مسومین چه قسم آمده؟ میگه مسومین ان الله سومها، یعنی اینا را چی کرد؟ امتو نشانی شدگی. خب هدف در اینجا چی است که ما و شما گفتیم که اصل گپ سر چی است؟ اصل گپ سر استغاثه هست. پس اینال استغاثه مسنونه چی است؟ استغاثه با کی بکنی؟ به الله بکنی. و مدد رسان بزرگ کی است؟ الله است. لکن حال متاسفانه بعضی مسلمان ها غوث الاعظم کی رو میگن؟ چقدر خطرناک است. الله را نمیگن، مخلوق میگن، در حالی که غوث یعنی بسیار کمک کننده بزرگی که در حالات سختی ها و ترامی باشه کی است؟ الله است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به کی استغاثه کرده؟ به الله. استستغیثون، ای پیغمبر خودت به همراه صحابه کلتان استغاثه به کی میکردین؟ ربتان. و کی اجابت میکنه؟ همچنان در خطبهش وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم
بر مردم آمدن مشکلات خدا بیان کردن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم سختی هست، خشکسالی هست. گفت اللهم اغثنا، یا الله به داد ما برس. اللهم اغثنا، یا الله ما را نجات بده. اللهم اغثنا، یا الله ما را کمک بکو. اللهم اغثنا، یا الله بر ما آب بریزان، باران نازل بکن. فهمیدین؟ و در دیگه قرآن میگه که والذی قال لوالدیه اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل. مادر و پدر بودن بر اولاد خود میگفتن که تو عبادت الله را بکو. همین مادر و پدر مؤمنه الله صفتشان در قرآن چی میکنه؟ و هما یستغیثان الله. هر دویشان دعا با کی میکردن؟ استغاثه با کی میکردن؟ با الله. این توحید در استغاثه هست. استغاثه نوح علیه السلام چه قسم بود؟ و نوح اذ نادى من قبل فاستجبنا له. نوح علیه السلام میگه وقتی که ندا کرد به پروردگار خود، دعا کرد، فاستجبنا له. نوح علیه السلام هم استغاثه کرد. الله متعال میگه فاستجبنا له، ما اجابت کردیم دعایش را. فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. ایره و امرای اهلش از امو سختی بزرگ نجات دادیم. سه که پیغمبرها به کی رجوع میکردن؟ به الله. سوره انبیاء آیت 76. ایوب علیه السلام وقتی که سرش سختی آمد به کی استغاثه کرد؟ و ایوب اذ نادى ربه. بخوان قاری صاحب انبیاء 83. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. و ایوب علیه السلام اذ هنگامی که ندا کرد، یعنی استغاثه کرد به کی؟ به ربش. چرا قصای پیغمبر در قرآن ذکر میشه؟ حکمتش چی است؟ به خاطر ازی که ادب با الله از کی یاد بگیریم؟ از پیغمبرای موحد الله. ایوب علیه السلام نگفت که به حق فلانی شخص و به روی فلانی شخص و به جاه فلانی شخص، بلکه ایوب علیه السلام رب خدا که خلق کننده و روزی دهنده و قبول کننده دعا است و شفا دهنده هست. فهمیدین؟ او را چیز که ندا کرد، استغاثه کرد. چی گفت؟ انی مسنی الضر، یا الله برای من یک سختی پیش شدن، یک بیماری و مریضی برای من پیدا شده. و انت ارحم الراحمین. سیکو ارحم الراحمین، تو رحمان الرحیم هستی، بسیار مهربان ترین مهربان ها هستی. الله متعال میگه فاستجبنا، ما با قدرت و عظمت و ربوبیت خود دعای زیر استغاثه زیر چی کردیم؟ اجابت کردیم. فکشفنا ما به من در، امو ضررش امو مریضیش ما چی کردیم؟ از او دور کردیم. یونس علیه السلام و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات. قصه یونس علیه السلام شما میفهمید؟ در شکم ماهی بود، نه؟ ها؟ کوتا قلفی بود. بندیار ما پرسان میکنم که از پیغمبرام کس کوتا قلفی شده؟ یکی بندی شدن است یوسف علیه السلام، یکی کوتا قلفی شدن. بازین یونس علیه السلام در شکم ماهی چی بود؟ تنها در یک اتاقه کم افتادگی. در امونجا یونس علیه السلام چی میگفت؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. با کی رجوع کرد؟ با الله. مدد رسان بزرگ کی هست؟ الله هست. یا آمد برش گفت که لا اله، نیست یا الله، نیست هیچ کسی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و حاکمیتش در 12 چیز اطاعت شود. فهمید یعنی؟ الا انت، بغیر از تو یا الله. سبحانك، تو پاک و منزه هستی از تمام عیب ها. از ما یک اشتباهی، از ما یک لغزش شد یا الله. اینی کنت من الظالمین، من از جمله کسایی بودم که نمیفهمیدم. پس الله متعال چی میگه؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم
الله میگه ما اجابت کردیم با قدرت و عظمت خود استغاثه زیره و نجیناه من الغم و ما ایره نجات دادیم از چی؟ از همین غمی که اینجا بود و کذالک ننجی المؤمنین. این یک قاعده میته، این همی قسم که از این کوته قلفی ها ای زندانیان مظلوم الله متعال میگه که در کوته قلفی که امروز مدد کردیم و کذالک ننجی المؤمنین. امتحان میگه لکن الله میگه ما مؤمنین چی میتیم؟ نجات میتیم. پس مؤمنین کدام مردم ها هستن؟ کسایی که در وقت مشکلات خود غوث و مدد رسان بزرگ خود کی رو میگیرن؟ الله را. الله میگه ما ننجی المؤمنین، باز ما اینا رو نجات میتیم. فهمیدین؟ خب اینال حکم استغاثه توحیدی چی هست؟ این هم مثل حکم دعا وارست که فرض عین است. استغاثه دعا هست، دعا عبادت هست و عبادت توحیدی هست. پس انجام دادن از این برای الله چی هست؟ این فرض عین است. شروطش هم اونمو شروط دعا وارست که شرط اولش در عالم ما فوق اسباب فقط از الله خواسته شود، ادعونی استجب لکم. شرط دومش در عالم اسباب نیز از خالق لکن از مخلوق به اندازه تواناییش. شرط سومش با الفاظ چی باشه؟ توحیدی باشه. و قسم دوم استغاثه عادی هست. استغاثه عادی کدام یکی هست؟ استغاثه عادی همون استغاثه هست که انسان در سختی از مخلوق چیزی رو تقاضا میکنه که او تواناییش داشته باشه. مثلا در قرآن استغاثه عادی مثالش چی است؟ مثل که همون نفر اسرائیلی از موسی علیه السلام استغاثه کرد. اون نفر چپش کرد بلتش میکرد، فاستغاثه الذی من شیعته، میگه پس استغاثه کرد برای موسی علیه السلام عمو اسرائیلی که از قوم و از طایفه موسی علیه السلام بود، علی الذی من عدوه، به کسی که او عدوش بود یا دشمنش بود، یعنی سر از او فرعونی. اونجا یک فرعونی بود یکی اسرائیلی بود. پس عمو اسرائیلی هم بسیار خبیث انسان باز پسان برآمد. خب موسی علیه السلام خود کمک کرد لکن پسان عمو هم چی برآمد. اینجا استغاثه چی هست؟ استغاثه عادی در عالم اسباب است. نوع دوم استغاثه نامشروع هست. استغاثه نامشروع هم مثل دعای نامشروع واره چند قسم است؟ شرکی هست، بدعی هست و استغاثه حرام است. استغاثه شرکی کدام یکی هست؟ که در عالم اسباب و ما فوق اسباب که ایره باید چی کنه؟ استغاثه شرکی آن است که آنچه را که در عالم اسباب و ما فوق اسباب از خالق باید تقاضا نمود از مخلوق تقاضا گردد. صحیح نه؟ استغاثه شرکی آن است که در عالم اسباب و ما فوق اسباب به عوض خالق از مخلوق تقاضا شود. علامه ابن قیم رحمت الله علیه چی میگه؟ این میگه و من انواع شرک، از جمله انواع شرک چی است؟ طلب الحوائج من الموتى، که حاجت ها را از کی بخوایم؟ از کسایی که فوت شده، از فوت شدگی ها که اینا فوت شدن فعلا در عالم برزخ هستن. از اونا مثلا کس طلب حاجت میکنه. والاستغاثه بهم، و بینا استغاثه میکنه، چیغ میکنه که ای فلانی شخص کتم کمک کو و دادم برسو فلانی. اینه علامه ابن قیم رحمه الله یکی از قرآن شناسا و مفسرین قرآن است، میگه طلب حاجت از اینا و استغاثه به فوت شدگی ها و توجه الیهم. اینه و هذا شرک العالم. اصل شرک میگه اینمی هست. فإن المیت قد انقطع عمله، کسی که فوت کرد با عالم برزخ رفت اعمال دنیاییش دیگه قطع هست. حالا اگه عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم آل هم مثل که در حالت زندگیش هست می بود، پس باید رسول الله هم رهبریت جهان به دست می گرفت، رهبریت مجاهدین به دست می گرفت. متوجه هستیم؟ فإن المیت قد انقطع عنه. الله متعال به رسول الله گفته که انک میتون و انهم میتون.
و هو لا یملکه لنفسه نفعا ولا ضر. نفس خود نمیتونه. یک کسی که فوت کرده، شما یک شهید میرین، یک ولی را میرین فوت کرده، آلی به نفس خود نفع و ضرر رسانده نمیتونه. آیا میتونه نماز برای خود بخونه؟ نه؟ برای چند رکعت نماز نفلی بخونه؟ نمیتونه. میتونه روزه بگیره؟ اگر میتونه از بعد از مرگ کلگی، لكن نیست. فضلا عمن استغاث به او سأله ان يشفع له الى الله. فتح المجید صفحه 168 است. دیگه ای که باز کسی به او استغاثه بکنه یا از او سوال بکنه یا از او شفاعت بخواه، شفاعت هست. بله در روز قیامت وقتی که یا دوباره چی میشن؟ زنده میشن و کل ما و شما همونجا میباشیم. قسم دومش استغاثه بدعی هست. استغاثه بدعتی کدام یکی هست؟ که دمو 5 چیز در حالت دعای خود چیز کنه. کیفیت و کمیت، نوعیت و کیفیت و کمیت و زمان و مکانش تغییر بده، این چیزا رو بکنه. بس این چیزه. قسم سومش استغاثه حرام است. استغاثه حرام کدام یکی است؟ که از مخلوق چیز را طلب بکنه در حالت سختی که او از دست از او میاد، لکن او کار حرام است. مثلا چیغ بزنه نفر، او فلانی تو بیا میره بکش، این مرا لط میکنه میره بگی بکش. این حالی استغاثه چی است؟ یه حرام. ابو یزید بسطامی رحمت الله علیه، ابو یزید بسطامی رحمت الله علیه یکی از عرفا هست، یکی از عرفای قرآن شناس است، عارف قرآن شناس است. این بزرگوار چی میگم؟ میگه استغاثة المخلوق بالمخلوق کاستغاثة الغریق بالغریق. اگر یک مخلوق با مخلوق دیگه استغاثه میکنه، اقدر میگی لوده هست، مثل که یک نفر خودش غرق شده، او میره تو کسی دیگه وام در وادی غرق شدن از خودش رو افتاده و اردوشان نگه اما تو در زیر او میره، میگه مرا کمک کو، مرا نجات بده. میگه من خودم خفته را خفته کی کند بیدار، خود جالت غرق است، او دادانش رفته قلب 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 دیگه برش میگه الا دست مرام بگی، میگه توی رسید. ایناله سعی چقدر خوبش میگه. علمای قرآن شناسی عارف از زاهد است، شخصیت بزرگوار است. این بسیار موحد بوده، خب مردم نمیشناسیش. این میگه استغاثة المخلوق بالمخلوق. سعی کن هر مخلوقی که باشه، فهمیدی؟ تو که با مخلوق استغاثه میکنی به این معنا هست که مثل که غرق شده از غرق شده دیگه. شیخ ابو عبدالله قرشی، این هم یکی از عارفین بزرگ است، این از عارفین قرآن شناس هستن. این چی میگن؟ میگن استغاثة المخلوق بالمخلوق کاستغاثة السجین بالسجین. او میگه استغاثه مخلوق با مخلوق چی است؟ مثل که یک بندی و بندی دیگر رو بگه مرا خزم زندان خلاص کو، او برش میگه بیرلاد غرق است، دماغ پل بیرلا غرق ده. ما خودم دقیقا مثل تو اومدی. شما همیشه کوشش کنین تعصب نداشته باشین. خب گپ خوبه که هر کس گفت بگیرین، نه والا این عالم کسات تراسی یا عالم تراسی آل تقسیم کردن. خب اصلا مثل زمینای پدیده که مردم تقسیم میکنن، نه حالا هر چیز رو تقسیم کردن. مثلا این یک جریب زمین است، احادیث هم گفته این یک جریب وار است، یعنی 5 به 360، یعنی 5 به 360 5 شده. وقتی که برشان بگه این حدیث رسول الله هم گفته، چی میگه؟ نه این حدیث بعد شافعیای متعصب که بگه، نه بگه اینطور حدیث است، چی میگه؟ نه این از احناف است. خب باز پیش حنفی متعصب که بیای بگی این حدیث رسول الله هم گفته، چی میگه؟ نه این از شافعی است. داد شافعی دادمون ندن، یعنی 5 به 3 بر از او رسیده. داد مالکی دن. بسیاری کسا با این بانه 75% احادیث عمل نمیکنه. مثل یک نفر مثلا پدر زمینش بود، نه واده که پدر زنده بود از کلش استفاده میکردن، پدرش که مرد بچه‌اش 4 تا در بین خود چی کردن؟ تقسیم کردن. بچه‌ها تقسیم نکردن. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، دیگه علمای اسلام کس میگه ما از کل کتاب الله را. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه چی میگه برای کسایی که مثلا شاگردایش هستن؟ چی میگه؟ میگه اذا صح الحديث فهو مذهبی. کدام حدیث
همین تنها همین حدیث نه، میگه هر حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شد که صحیح است او در مذهب من، اگه تو عمل کردی از عمل من خارج نمیشه. سعی کنم من براتون یک کتاب براتون بکشم، خب بسیاری مردم ها میرن نمیفهمن. خب امی صح الحدیث فهو مذهبی، سعی که خب اینجا در مکتبه شامله بیاین، من براتون یک چیز بگویم. کسایی که مثلا اگر شما میخواین که خود از تعصب خلاص کنید، مثلا ببینید فقهای احناف چقدر مردمای بزرگوار هستن. فقهای احناف اینی کتابایش هست اینجا، اینا رو سعی کنین که فقهای احناف المبسوط للسرخسی البحر الرائق است، المبسوط للسرخسی است دیگه. میم در کتاب مبسوط السرخسی یکی از فقهای احناف علامه ابن عابدین است، کتاب از او پیدا شد اینه. میگه و نظیر هذا ما نقله العلامة بیری في اول شرحه على الاشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة ونسه ساکن جای میگه اذا صح الحدیث، میگه شما خیلی خوانین که وقتی که حدیث صحیح آمد و کان على خلاف المذهب عمل بالحدیث. یک کتاب از به نام الدر المختار، شرح عزیز به نام رد المحتار على الدر المختار، مؤلفش محمد امین ابن عمر ابن عابدین است. این ابن عابدین که از مفتی های احناف است، بسیار عالم بزرگ است. متوجه هستین کتاب ازی بسیار پیش احناف معتبر است. این عالم اینجا نقل میکنه در کتاب خود چی را میگه. این عالم دیگه میگه گفته که وقت از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل شده که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میگه اذا صح الحدیث وقتی که حدیث چی آمد؟ حدیث صحیح آمد و کان علی خلاف المذهب، این مخالف مذهب بود. مثلا در مذهب امو چیز نبود، لکن در حدیث صحیح امی عمل ثابت است. با چی عمل بکنیم؟ به قول مذهب یا به حدیث؟ این عالم میگه عامل بالحدیث. سکیا چقدر علمای بزرگی بودن که به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که وحی است، وحی خفی است. صحیح شد نه؟ گفت وقتی که عالم مذهب فیصله کرده بود باید به چی عمل بکنه این مذهبی؟ مثلا مستم حنفی، یک حدیث آمد که در مذهبم نیست لکن حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. عالی عالم بزرگوار حنفی چی میگه؟ میگه تو عمل به چی بکن؟ به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. میبینی تقوای از یاره، میبینی اخلاص از یاره. کاش که کل ما امت میبینیم، کاش که کل ما امت اخلاص مثل ابن عابدین و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگرداش میداشت. و یکون ذلک مذهبه، میگی نمی که تو حدیث سیر عمل کردی نمی مذهبش است، تو از مذهب نبرامدی. ولا یخرج مقلده عن کونه حنفیا بالعمل به، میگه اگر کسی به حدیث صحیح عمل میکنه و مقلد حنفی هم است، ای از مذهب خارج. و یکون ذلک مذهبه، اینمی که به حدیث صحیح عمل کردی اینمی مذهب حنفی هست. فهمید یعنی؟ ولا یخرج و خارج نمیشه مقلده، مقلد مذهب حنفی عن کونی حنفی، از اینکه حنفی است، بالعمل به، به عمل کردن به حدیث. چرا میگه خارج نمیشه؟ فقط صح عنه انه قال، چرا میگه از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این سخن به قول صحیح روایت شده که امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته، امام حنفی کوفی نعمان ابن ثابت رضی الله عنه چی گفته؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. چرا میگه از مذهب خود بره؟ میگه به خاطر از اینکه به قول امام خود عمل کرده. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن ابي حنیفه و غیره من الائمه. میگه علامه ابن ابی البر ایره هم از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت کردن و هم از دیگه ائمه، از شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل و دیگه ائمه رحمت الله علیهم.
میبینی؟ باور بکن اگر امت اسلام به اینمی گپ عمل بکنه کدام مشکل پیدا میشه؟ حالا مشکل چی است که یک نفر به یک حدیث صحیح عمل میکنه و یک کاکاگک میخیزه چپیش میکنه. او کاکاگک است. کاش که کتاب علامه ابن عابدین رحمت الله علیه که از فتاوای از مفتی های بزرگ احناف است، این در کتاب خود این مکتبه شامله جلد اول صفحه 166 اینجا نوشته که جلد اول صفحه 166 اینی که بس فهمیدین یعنی این حالا وقتی شما که هستین ما که میم شاگردای ما شما شاگردایی که درس میخوانین متعصب نباشین. فهمیدی؟ او بزرگای اسلام که هستن اگر حنفی هستن یا شافعی هستن یا مالکی هستن یا سلفی هستن یا اهل حدیث هستن نامای هر رقم که ماندن ای کل از اینا بسیار مردمای با اخلاص بودن یا به خاطر اتحاد امت کار میکردن که امت اسلامی وحدت داشته باشن. از این خاطر اگر در این مسائل چیز میشه انسان نباید در مسائل اجتهادی بخیزه که والا تو چطور هستی تو چطور هستی، چون اونا این مشکلات نداشتن. مشکلات ما شما پیدا کردیم. شب یک بچه بر ما زنگ داده بود که استاد ما چطور کنیم؟ استاد این تو بعض مشکلات هست مثلا فلانی آمده اختلاف میکنن باز بیادبی میکنن. ما گفتم به خاطر از اینکه اینا شر القرون هستیم ما و شما. امیایی که جرا بحثا میکنم یکی دیگه خود دعوا میزنه یا معلوم میشه که یا چی هستن؟ شر القرون هستن. اگر یا خیر القرون اطاعت میکردن دیگه یا باز بیادبی نمیکردن. یک عالم به دیگه عالم بیادبی نمیکنن ولو که اختلاف نظرم در یک موضوع داشته باشه. خیر القرون یعنی بسیار با ادب مردم، شر القرون به ادب مردم. اگر میخواین که شما هم در خیر القرون شوین چی کنین؟ ادب مراعات کنین. قال ابن تیمیه رحمه الله، این ما را سعی کنیم ام قول امام صاحب ابو حنیفه را میگیریم، ام قول امام ابن عابدین رحمت الله علیه را میگیریم، ام قول شیخ ابو عبدالله قریشی را میگیریم، ام شیخ قول ابو یزید بستامی را میگیریم. یگان طرف باز بگی باز میگن این بستامی صوفی است. خب این دیگه کی است؟ این دیگه شافعی است. این دیگه کی است؟ این دیگه مثلا ابن تیمیه را بگیر باز میگه این وهابی است. فهمیدی؟ نه او را هم نگرفتی او را هم نگرفتی او را هم نگرفتی باز خیلی چی را میگیری؟ والا خودم بسیار خوب آدم هستم باز سخنای خودم میگه عقل خود از کلش ترجیح. ما میگیم نه گپای از یادتون است که گپ هر کدامش میگیریم مثل که مثلا ابو یزید باستامی یک گپ زد مثل که سیب خورده باشی. شیخ ابو عبدالله قریشی رحمت الله علیه که گفت مثل که ناک خورده باشی. حالا که ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه مثل که انگور هم خورده باشی. این حالا آدم یک کمک انگور میخوره یک کمک سیب میخوره از کلش استفاده میکنه مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال العلماء المصنفون فی اسماء الله تعالی، میگه علمای مصنف در اسماء الله تعالی میگه یجب علی کل مکلف، میگه واجب از بالای هر مکلف ان یعلم ان لا غیاث ولا مغیث علی الاطلاق الا الله. کلگی میگه باید بفهمه که نه غیاث و نه مغیث، کسی که تو را میتونه که چی کنه؟ غیاث که بسیار تو را کمک بکنه و مغیث و تو را نجات بده در سختی ها بر تو کمک بکنه بغیر از الله علی الاطلاق دیگه کسی نیست. و این کل غوث فمن عنده، هر کمک و مدد که می از جانب کی میه؟ الله میه. خب از فایده های استغاثه چی هست؟ ما شما گفته بودیم فایده دعا و استغاثه را باید بفهمیم که انسان وقتی که فایده دعا چی است فایده استغاثه چی است هم تیسیز میخوانیم. مثلا فایده دعا چی است که وقتی شما دعا میکنین سرعت الفرج و تفریج الکرب، آسان وقتی که دعا کردی زود بر تو امو آسانی میایه. کسی که دعا نمیکنه برش زود آسانی نمیایه و کسی که دعا میکنه کرب سختی ازی چی میشه؟ زود از بین میره و کسی که دعا نمیکنه از زود از بین نمیره. دوم منفعت دعا چی است که همیشه تو همت میکنی که به الله حسن گمان داری، پس کارت به کی میسپاری؟ به الله. یا الله این مشکل من رو تو رفع بکن. سوم میگه دعا مثل یک سلاح است، مثل سپر است که انسان مسلمان وقتی که از پیش دشمن در جنگ مثلا انسان در سپر خود پت میکنه، انسان مؤمن در سختی ها با دعا خدا می پوشانه.
جلب مصلحت میکنه، مفاسد دور میکنه، مشغول میکنه بنده را که بنده وقتی که دعا میکنه عیبهای خدا در دعا میگه که یا الله من این غلطی رو کردم، این اشتباه کردم، عیب خدا میگه، گناه خدا به الله. انسان که دعا میکنه از عیب دیگران به عیب خود مشغول میشه. آدمی که دعا میکنه یا الله مرا ببخش، یا الله من اشتباه کردم، یا الله من غلطی کردم، یا الله من این عیب دارم. کسی که دعا نمیکنه باز میگه که دا عیب تلری، عیب عقلری، عیب لری، کل دستش طرف دیگه راه هست، خودش دیگه. اما کسی که دعا میکنه باز کل عیب چی است؟ کل عیب خودم دارم، یا الله دیگه من با گناهکار هستم، مسکین هستم، عاجز هستم. پس با عیب خود مشغول شدن از عیب دیگران این بهترین صفت تقوا است. دیگه چی است که همیشه شعورش چی است که من ضعیف هستم، محتاج هستم. وقتی که انسان خدا در مقابل الله ضعیف و محتاج قرار داد، الله برش چی میشه؟ عزت میده. بهترین انواع عبادت دعا هست. دعای مسلمان انسان به ادب شرعی چی میکنه؟ آداب شرعی برش میگه که تو در مقابل الله بسیار با ادب باشی. دیگه دعای از سبب از این میشه که عقیده داره که همیشه الله حق به امرای ما هست ان شاء الله تعالی. این منفعت های چی هست؟ دعا هست. و باز کسی که استغاثه میکنه این چی فایده داره؟ استغاثه چی فایده میکنه؟ استغاثه اول فایده چی است که انسان کل هوش و فکر خدا به طرف الله میگردانه که الله صاحب قدرت است، صاحب کمال است و یقین می داشته باشه که تمام مشکلات زیر الله رفع میکنه. چون رسول الله هم که وقتی به الله استغاثه کرد الله متعال مشکلشان حل کرد. استغاثه میکنه به اموری که به او بغیر از الله کسی دیگه قدرت نداره. این دلیل میشه که انسان بسیار انسان با توحید و موحد است. علامت توحید همی است که در وقت سختی به الله مراجعه میکنه. سوم چی هستم؟ وقتی که استغاثه به الله کردی این امو قصد تو را، عزیمت تو را به معرفت الله چی میکنه؟ بسیار قوی میسازه که تو به یک ذات قادر رو آوردی. استغاثه که است یک سبب از اسباب کامیابی هست. استغاثه روح معنویت قوی میسازه و استغاثه هست که خیر بر انسان جلب میکنه و ضرر از انسان دور میکنه. الله متعال ما و شما رو توفیق بده که در روز آینده به خیر باز استعاذه رو بخوانیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک.